دیگر من خواهر عزیز را 3 بار اون ناراضگی که تو داری از زندگی، منم از این گونه مردها راضی نیستم. چگونه من 10 بار با حتی کلمه نامردم بعض اینها را گویم که به گوشهاشون رسانیدم که این علامت مردی نیست. علامت مردی احترام زنای، علامت مردی احترام فرزندای. البته این دوست داشتن زن اینا علامت مردی ما و شما هستند. اینها را من 10 بار خواهرای عزیز به گوش این برادرایی که در این مسجد حضور دارن رسانیدم. فقط این مرد خواهر عزیز دور نمی رود، این دور نمی رود، زیرا پروردگار و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید گفتند. پروردگار در سوره ابراهیم میگوید هر وقتایی که اگر شما به کدام نعمتی که من به شما دادم شکر کردید، نعمتم را در شما باز افزایش میدهم، برای شما باز از نعمتها زیادتر نصیب میگردانم. لیکن اگر وقتی در نعمت دادگی من شما ناسپاسی کردید، شما ناشکری کردید، پروردگار عذابش برای شما سخت است. به این خاطر دادر عزیز، زن قرآن خوان یافتن امروز دیفیتیت است. خواهر دادر عزیز، زن قرآن خوان یافتن کار آسان نیست. زن نماز خوان یافتن کار آسان نیست. زنی که سر و گردن و موی و پای او پیچانده است، این زنها کمند دادر عزیز. کورنمکی نکن برادر عزیز، به خدا قسم سخن الله است. این زن از دست تو می براید، در زن میزنی که داد میگوی به دادت کسی نمیرسد. الله عذاب را بالات میارد که نه خودت قدر میاوی، نه پدرت قدر میاد، نه مادرت قدر میابد. در زنهای میزنی که اینجا مکتوب است جای دشنامش دهنی تو میشود، باز غلام شده در او خدمت میکنی، ولی ندیده زنی گندره. زنای خوب به قدرش رسین، زنایی که قرآن میخوانند شما هزارها شکر به سوی پروردگار گفته و در حق ایشان دعا کننده باشین. آخر او یک گویم بهترین یک اسلوب، بهترین یک راهی است که خداوند از جانب این گونه زنها فرزندای خوب در جمعیت ما میدهد. و تو پیش راه همین خیلی یک مکانی که از او بهترین فرزندای خوب میبرد، تو پیش همسری کار بند میکنی، تو پیش یک زواد گوی محکم میکنی. برای همین دادر عزیز، این شکایت ها همه جا دارد، این شکایت ها همه معنی دارد. وقتی که پیش از آنه که شما زنها را دقت میدهین، زنها را مورد پیش کردن، زنها را مورد تحقیر قرار میدهین، از خواهر و از ابها و از مادرای خودتون خلاصه برارین. شما خلاصه برارین از خواهر خودتون، مادر خودتون، ابهای خودتون که وقتی که زن دیگر شخصن. اگر همین معامله تو داری با او کنن، من باوری دارم دادر عزیز تو با تا قیامت با او قهری میسی، با او هم صحبت نمیشه. لازم شاء تو کوبش میکنی برای خواهر چیده. که اینم خواهر یک برادر مسلمانی تو هست و قرآن خواند. در حالت قرآن خوانی تو کوشش کو پیش وی ندارا، حتی خیزت گو نخیزنک. از من دیده حرمت قرآن بالاست، نخیز پیش من. خوش به حالت خوان، در حق من دعا کن. و این از آن چیزی که اسلام میخواهد، این از آن چیزی که شریعت ما و شما طلب دارد. و یک انسان خدادادی به نام خدا، من سعادت ابن آدم المرأة صالحه. حبیب خدا گفت همون مرد در بین شما خدا داده است، همون مرد را خداوند مورد رحمت خود قرار داده است. یا گویم به امروز گفته های ما و شما که همون مرد که امروز در ما و شما خوجه خیزر نظر کرده است، میگه اگر چنده که هیچ اینا اساس هم ندارد، همون مرد را خوجه خیزر نظر کرده است که او زنی خوب دارد. دادر عزیز، زنی خوب دارد و ناشکری میکنی،
خداوند میگیرد این زنی خوبه. میدهش با هزار خوبی دیگه است در دست او میتید یک زنی گنده را تا قیامت باور کن نه عبادتی خوب داری دیگر، نه حالی خوب داری، نه آبرو داری، نه قدر داری. آیسته آیسته از این فشارهایی که زن برای تو میارد یا در گیرین میشینی یا در افیان میشینی یا در یگان رستوران برات یک کیانسکا میشه میگردی دیگر. عاقبت همین میشد برای تو. و انسان هایی که ببین از حساب زن زلال میبینن یا گویم که از حساب مردها یا از حساب زنها عائله هایی که باید تا حد میان که یکدیگر را به قتل میرسونن. همه همین یا از گندگی زن میشود یا از گندگی مرد میشود. به این خاطر دادر عزیز شما حرمت کنید. خدا تو کو زن قرآن خوان داده است به نام پروردگار. این نعمت است. باز میگویم زن قرآن خوان یافتن قین است. حتی بعض دخترای ملا و ایشان و شیخ هم بعضیا میگن قرآن خواندن نمیتونن. این جای پوشیدن نیست. و پر از اینجا دال نمی جمعیت ما را جوانایی هست که به نام خدا میگن که زنشان قرآن خوان باشد. خدا میگن که زنشان با ستر و با حیا باشد. خدا میگن که زنها اونا را حرمت کنند. و تو ناشکری میکنی. این عذاب لشدید خدا گفت. تو اگر کفران نعمت میکنی در این زنی خوبه که من برای تو دادم زود است که میگیرمش. شکرگویی نعمتت افزون شود ور نگویی از کفت بیرون شود. زود است که از پهلوی تو جدا میشود. بعد چیکار میکنی؟ این کودککا در میدان فردا این حق فرزندای تو اگر یگان بیراهه شوند اکنون انشاءالله که این خیل مادری خوب داشته باشند اونا بیراهه نمیشوند لیکن حال تو بد میشود. برای این خواهری عزیز من اطراف این صحبت های زیاد داشتم. اکثری سوال ها در همین جمعه ما فقط همین است. برای همین من اطراف این صحبت زیاد داشتم. باوری دارم این قومی که در مسجد ما هست با زنهای خود معامله خوب دارند.